بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه دوم ما شما سوال اینجا است که چرا جنگ فکری؟ اکثرا علما میگن که اینا جنگ فکری وقتی که برپا میفته، یک دانشمند از به نام دکتر حبنک میدانی این میگه یک قاعده را میگه دشمن ها قاعده دارن و قاعده شانی است که دکتر حبنک میدانی میگه که دشمن ها یک قاعده دارن که در قاعده خود میگن که هرگاه سلاح دشمن تو را به ترس انداخت، هرگاه سلاح دشمن تو را به ترس انداخت، فکرش را فاسد کن. با فکر فاسد خود را خودکشی میکند. یعنی اونا میگه که وقتی که شما از دشمن ترسیدین چی کنین؟ وقتی از دشمن و یا از سلاحی که دشمن داره از او ترسیدی، کوشش کن که چی کن؟ فکر زیر فاسد کن. وقتی که فکرش فاسد کردی، باز ای با فکر فاسد خودش خودکشی میکنه. اینال سلاح مسلمان ها چی هست؟ اونا میگن که بزرگترین سلاح مسلمان ها قرآن و سنت است. چرا؟ قرآن و سنت مسلمان بیدار میسازه، مسلمان آماده ازی میسازه که با دشمنای خود چی کنه؟ در میدان مبارزه قرار بگیره. قرآن عظیم شان است و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. اینمی قرآن و سنت بود که مسلمان ها را متمدن ساخت، تاریخ تغییر داد، جهان فکر مردم عربی که در اونجا بودن که سوسمار میخوردن، عرب هایی که مثلا قبیله جنگی داشتن، عرب هایی که مثلا به خاطر داحس و غبیرا 80 سال جنگ میکردن، عرب هایی که دخترای خود زنده و گور میکردن، عرب هایی که بسیار خشن بودن و خشونت داشتن، اینالیا را چطور کرد؟ یعنی مثل که عمر رضی الله تعالی عنه میگه که کنا رعات الغنم، ما عرب ها چی بودیم؟ رعات الغنم بودیم، گوسفندچران بودیم. فاصبحنا بنعمت الاسلام قادة العالم، ما با نعمت اسلام چی شدیم؟ رهبرای جهان شدیم. متوجه شدیم؟ اینال از رعات الغنم به قادة العالم، اینا رو چی تبدیل کرد؟ قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینال اونا میگن که سلاح مسلمان ها چی است؟ قرآن است. و سلاح مسلمان ها چی است؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل تو میخوایی که این مسلمان ها نابود بکنی، این مسلمان ها چی میکنی؟ باید فکر ازیر چی کنی؟ خراب بسازی. این انسان میتونه با فکر خراب خود چی کنه؟ تباه و ویران بکنه، خودکشی بکنه. پس اینال چرا پس جنگ فکری هست؟ اینال جنگ فکری به خاطر نابودی جانب مقابل است، ضعیف ساختن جانب مقابل است. یک کس کوره گفت که چرا بلند هستی؟ گفت من بلند نیستم، زمین پست است. چون زمین پست است من بلند معلوم میشم، من همین قدم است. متوجه هستین؟ من همین قدم است، من بلند نیستم. اما چون جانب مقابلم پست است، من بسیار چی معلوم میشم؟ بلند معلوم میشم. اگر این همو بلندی خودم میداشت، قد صحیح خودم میداشت، باز من بلند نبودم. اینا چی میکنن؟ اینا چرا جنگ فکری میکنن؟ به خاطر ازی که اونا میبینن که دشمن چه قسم تضعیف بکنی، چه قسم ضعیف بسازیش، چه قسم دشمن نابود بسازی، چه قسم مثلا اینا از این خاطر چی میکنن؟ جنگ فکری را یا به کار میبردن. چی اهداف دارن جنگ فکری؟ یعنی اهداف جنگ فکری چی هست؟ اهداف جنگ فکری مثلا مجموعه از اهداف دارن که تمامی از اهداف از اینا باز در یک نقطه خلاصه میشه که نابود ساختن جانب مقابل و قوی ساختن خود، از بین بردن جانب مقابل و زنده داشتن خود، ثروت ها و امتیازات جانب مقابل چی کردن؟ بر خود گرفتن. پس اینا اهدافشان زیاد است. مثلا میشه که ما شما اهدافشان میگیم، یکی از اهدافشان
از بین بردن اسلام به شکل کاملش است. میگه اسلام که است در حقیقت فعلا مثلا غربی ها فکر میکنن که تمدنی که ما داریم 50 سال یا 100 سال میشه، اونا میگن تمدن ما کهنه شده، بالاخره این تمدن از بین رفتنی هست. از نگاه قانونی تمدن باید چی شود؟ از بین بره. ولی جاگزینی از این تمدن پیر و کهنه شده کی هست؟ ژاپنی کدام پروژه داره؟ نداره. ژاپنی کامپیوتر خوب میسازه اما از نگاه دماغی و مغز بسیار ضعیف است. آیا اون دوی بت پرست میتونه جاگزین ما شود؟ نه. او تا بالا مثلا خود از گوساله پرستی خلاص کرده نتونسته. کی میتونه در مقابل ما استاده شود؟ امپراتوری اتحاد شوروی که فکر و اندیشه داشت، اونا فکر داشتن، در مقابل فکر از اینا اونا بود شد. حالا در مقابل ما کی قرار داره که میتونه کاندید است که عوض ما در جهان تمدن خود پخش بکنه و میتونه که ما از نگاه فکری مبارزه بکنه و مردم با فکر و با اندیشه خود چی کنه؟ تحت تاثیر خود قرار بده. پس اونا وقتی که عملا مطالعه کردن دیدن که فعلا در غرب مردم مسلمان میشه، بزرگترین پروفسورها مسلمان میشن، بزرگترین دانشمندا مسلمان میشن و روز به روز قرآن در قلب از اونها جای میگیره و او غربی که مسلمان میشه از این مسلمان شرقی کرده در ایمان خود، در تقوای خود، در اخلاص خود هنوز قوی تر است. پس ما چی باید بکنیم؟ پس فعلا کاندیدی که در مقابل دو سیویلایزیشن است، اسلامیک سیویلایزیشن و وسترن سیویلایزیشن، این تمدن غربی امروزی که هست در مقابل از کی اما تو قرار میگیره؟ مسلمان ها هست. با وجود از که مسلمان فعلا امو توانایی مادی خود در مقابل از یا نداره، لکن از نگاه فکری در هر مجلسی که میشینن بالاخره میبینن که مسلمان از خود دلیل داره، از خود قناعت داره، از خود چیز داره. اینه. پس این اسلام باید نابود شود. چه قسم باید اسلام نابود شود؟ باز برای این پروژه باید ساخته شود. هدف دیگهشان چی است؟ هدف دیگهشان این است که باید در مورد اسلام دور نمودن مسلمان ها از عقیده و دین اسلام. باید مسلمان از عقیده و دین خود دور شود. چطور ما میتونیم که مسلمان تحت تاثیر خود قرار بدیم؟ فقط مسلمان میتونه که تحت تاثیر ما قرار بگیره و پروژه های ما را تطبیق بکنه و برای ما بسیار صادق و خدمت صادقانه و راستین بکنه. مسلمانه که او چی است؟ از عقیده و از قرآن و سنت دور باشه. از قرآن و سنت دور باشه. دیگه هدفشان چی است؟ دیگه یک چی است؟ ایجاد شک است. باید در خالق خود در شک باشن، وسایل را پیدا بکنیم در خالق شک شود، در اساسات دین شک شود، در قوانین شک شود. در کل ازی باید مسلمان ها چی کنن؟ سر از این اهداف کار میکنن. یعنی اهداف کوچک است، یکی اهداف کوچک است، یکی اهداف بزرگ است. که اهداف کوچک اینا را میرسونه به چی؟ به هدف بزرگ میرسونه. اهداف کوچک اینمی هست که ایجاد شک شود در اساسات و در احکام اسلام. در تمدن اسلامی باید این مسلمان در شک باشن. تو مسلمان اصلا تمدن هیچ نداشتی، تاریخ هیچ نداری، از اول اینا متعقب مانده هستی، حتی تاریختان تاریخ بسیار ضعیف است. از این خاطر این مسلمان باید از امی در تمدن خود و در علومی که مسلمان ها دست داشته باید در شک بفته. یعنی مسلمان بگه ما هیچ چیز نبودیم. اصلا ما وقت میتونیم یک انسان شوم که برای تو فکر داده میشه که یعنی تو وقت میتونی یک انسان باشی که تو یک غربی شوی، یک شرقی با مغز غربی باشی. او وقت تو هست دیگه تو هیچ چیز نداری، هیچ چیز نداری تو یک چیز. از بین بردن وحدت مسلمان ها دیگه هدفشون است. اونا میگن که باید مسلمان ها را کار بکنیم که مسلمان ها وحدت حاصل نکنن. یکی از چی است؟ یک کسی از به نام لورانس براون نوشته میکنه، میگه اگر مسلمان ها هرگاه مسلمان ها در یک امپراتوری اسلامی متحد شوند، در آن وقت لعنتی بر جهان میگردن، یعنی بر جامعه جهانی امروز که خودشان جامعه جهانی هستن. میگه اگر مسلمان ها متحد شدن، باز این مسلمان ها لعنت میشن برای کی؟ برای ما.
و یا هم شکستی برای ما میشه، ولی اگر به شکل پراگنده باشن آنان به همین شکل بدون وزن و تأثیر در جهان باقی میمانند. پس اگر مسلمان ها پراگنده باشن نه وزن دارن نه تأثیر دارن، هیچ چیز نیست. از این خاطر کشورهای از اینا رو چی کردن؟ در مجموع دشمنای اسلام وقتی که آمدن، مثلا ما 2 نقشه داریم، 2 نقشه هست از نگاه از نگاه زمین شناسی. ما 2 قسم نقشه داشتیم. یکی نقشه بود که اون نقشه را رسول الله صلی الله علیه و سلم او ترسیم کرده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و مهاجرین و انصار و تابعین و تبع تابعین و دیگر مسلمان ها این نقشه را تطبیق کردن. اون نقشه چه قسم نقشه بود؟ و یک نقشه دیگه که انگلیس برای ما برای چی کردن؟ انگلیس ترسیم کردن و یا جهان غرب بعد از سقوط امپراتوری مسلمان ها یا بعد از خلافت اسلامی. نقشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسیم کرده به اساس آیت قرآن است که این جاعل فی الارض خلیفه. الله گفته ما در زمین، در مجموع زمین، نگفته که ما در افغانستان خلیفه میسازم یا در فلسطین ما خلیفه میسازم یا در فلانی منطقه، بلکه این جاعل فی الارض خلیفه اندیشه است که مسلمان باید در سر میز خود نقشه کل دنیا را بگذارم، نقشه زمین را بگذارم و بگویه که من خلیفه هستم. خلیفه کی را میگن؟ که خلیفه کسی است که شریعت الله را مطابق حکم الله در زمین الله تطبیق میکنه. پس من خلیفه هستم، سفیر الله هستم در روی زمین. به خاطر چی؟ که حکم الله را مطابق اوامر الله در زمین الله چی کنم؟ تطبیق بکنم. این نقشه است که مسلمان ها زمین تقسیم کردن به 2 بخش. جایی که اسلام است او را دار اسلام نامگذاری کردن و جایی که اونجا برای اسلام مسلمان اجازه نیست او دار چی است؟ دار کفر است. دار چی معنی؟ کلمه دار در زبان عربی به معنای خانه، خانه، منزل، سرای. پس دار اسلام چی معنی؟ یعنی در اسلامی معنی که در جایی که بیرق اسلام بالاست او خانه مسلمان ها هست. پس آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. مکه وطن ما تو بود، مدینه وطن ما تو بود. هر وقت یک مسلمان میخواست، یک مسلمانی که در افغانستان تولد شده میخواست خانه در مکه داشته باشه، چون مکه وطنش بود، میتونست برنده اونجا مسکن گزین شود. و یک مسلمان مدینه میخواست در افغانستان به زندگی بکنه، وطنش است. بنابراین از مدینه منوره شروع کرده، یک حاجی مثلا از افغانستان حرکت میکرد، ایران میرفت، عراق میرفت، کویت میرفت، بالاخره همین قسم تا بالاخره به مکه میرفت، به مدینه میرفت. پس دور میخورد 6 ماه نه کس از پیش از ویزا پرسان میکنه. چرا؟ چون خانه خودت است، دار اسلام است، وطن مسلمان ها هست. تو پس در وطن خود میتونید که در هر منطقه وطن خود حرکت بکنی و هیچ کس مانعی تو نشه. نه اونجا ویزا هست، نه پاسپورت است، نه سند است، نه یک پا ضرورت است. آنجا که دین ماست آنجا وطن ما است. این نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که مسلمان ها یک رهبر داشتن، مسلمان ها یک پیسه داشتن. در اصل جهان اسلام خلیفه مسلمان ها هست و این کل باقی مناطق که هست ولایات هستن. یعنی افغانستان یک ولایت بود، متوجه هستید؟ افغانستان یک ولایت است، مصر یک ولایت است. اینال چی است؟ کل مسلمان تحت یک رهبر و پیسهشان متحد و لشکرشان متحد. مشکل در کجا پیدا شد؟ مشکل در این پیدا شد که بالاخره وقتی که مصطفی کمال اتاتورک تانست که با امو رهبریت غرب، اینا وقتی که تانستن که خلافت عثمانی را شکست بدن، آخرین خلافتی که به نام بود مثلا از مسلمان ها، اینا که شکست دادن، بالاخره بر از اینا نقشه پیغمبر انگلیس و فرانسه و اینا کسایی که بودن در مجموع یا چی کردن؟ این نقشه را چی کردن؟ چلیپا کشیدن. چه قسم نقشه ها ایجاد شد؟ سعی کنین. اتحاد شوروی چندین جمهوریت، 22 جمهوریت گرفتن به نام اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سوسیالیستی
این نامگذاری کردن. چی معنی؟ اتحاد 22 جمهوریت، یعنی از 22 مملکت یک مملکت میشن به نام اتحاد شوروی. ایالات متحده امریکا، مملکت های مختلف با هم متحد میشن، ایالات متحده امریکا را تشکیل میدن. یونایتد کینگدام حکومت انگلستان، یعنی پادشاهی های متحد هستند، قوی هستند و میتونن در مقابل مردم استفاده شوند. پس دیگه سر چی کار کنیم؟ گفتن سر اتحادیه اروپا کار کنیم، یوروپیان یونین. پس انال اتحادیه اروپا هم جور شد. انال یا روز به روز کار کرده رفتن در پروژه های خود که چی قسم خودم متحد بسازن، یک وزارت دفاع داشته باشه کل اروپا، یک وزارت اقتصاد داشته باشه کل اروپا، یک پیسه داشته باشه کل اروپا و یک دشمن داشته باشه کل اروپا. بنابراین اگر سر یک منطقه کوچک اروپایی یک کسی حمله میکنه، باید تمام کشورهای اروپایی که اعضای اتحادیه اروپا هستن یا کلشان چی کنن؟ بخیزن و بگن که تو فلانی نفر ما جز ما هست. این نقشه را برای خود این قسم ترسیم کردن. از مسلمان ها رو گفت چی قسم باید بکنیم؟ گفت از مسلمان ها را باید تکت تکش نقشه اسلامی برداشته شد، عوضش نقشه جدید دیگه آمد که اون نقشه چی هستن؟ او نقشه جدیدشان نقشه قومی بر از اینا ساخته شد. چرا مسلمان ها با چی میتونن نابود شوند؟ با قوم پرستی. چون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اولین کاری که در مکه کرد و اولین کاری که در مدینه کرد وقتی که آمد در مدینه منوره، امو جنگی که بین اوس و خزرج بود، امو اصطلاحات اوس و خزرج که یارا جنجال منداخت او رو وسو کرد، عوضش دو اصطلاح جدید را آورد. سابق میگفتن که تو از قوم فلان هستی، تو قریش هستی، تو اوس هستی، تو خزرج هستی، تو بنی خزاعه هستی، تو فلان هستی. گفت این کلمات چی کرد؟ گفت مهاجرین هستن، انصار هستن. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا. با یک هدف عالی مهاجرین دارن. بقیهشان هدفشان چی است؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. و چی کار میکنن؟ و ینصرون الله و رسوله. اولئک هم الفائزون. است یا صادقون است یا صادق. والذین تبوأوا الدار، بخش دومش کسانی که خدا آماده ساختن، ام خانه قلب خدا، ام خانه فیزیکی خدا. والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون، مهاجرین دوست دارن. به این شکل آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم این اصطلاحات قومیه که سبب جنگ میشد یاره از پیششون چی کرد؟ بنابراین اینجا دو نفر شدن، دو قسم آدم با هم یک جای هستن. مهاجرینه که به خاطر دین کار میکنن و انصاری که اونا را استقبال میکنن و بین از اینا چی کرد؟ پیمان اخوت. تو مهاجر بخیز، این انصار دستش بگی و چی کن؟ به اندازه دوستی و برادری از اینا زیاد شد که یک مهاجر از یک انصاری و یک انصاری از مهاجر میراث میبرن. صحیح نه؟ تا که صف مسلمان ها چی شدن؟ متحد شدن به این اندازه رسن. یا آمدن این پروژه را مطالعه کردن که مسلمان ها سر پیشرفت مسلمان ها در چی هست؟ در این نقطه هست. در این نقطه هست. بناهن گفت باید یاره چی کنیم؟ تقسیم کنیم، تقسیم بندی قومی. پس نام های منطقه را باید به چی تقسیم بکنیم؟ به قوم. برای تاجیکا تاجیکستان. اسلام نمیگیره، این برنامه انگلیس است. ازبکستان برای ازبکا، استان جای ازبکا. بنابراین وقتی که ازبکستان شد، باز تاجیک در ازبکستان حق نداره. پشتونستان برای پشتونا، قرقیزستان برای قرقیزها و به این شکل هندوستان برای هندوها. فهمیدین نه؟ پس به این شکل تقسیم بندی ها شروع شد. وقتی که این تقسیم بندی ها شروع شد، جهان اسلام به چی مبدل شد؟ به کشورهای کوچکی که این منطقه با منطقه دیگه، وقتی که تو از این مملکت به اون مملکت دیگه میری، ولو که مملکتت 20 کیلومتر هم باشه کلش، تو مجبور هستی که
ویزا داشته باشی، پاسپورت داشته باشی. سرحدا را انداختن و در بین سرحدایشون هم چی را انداختن؟ خط یاخت کشیدن. اینی سرحد افغانستان، اینی سرحد پاکستان. کی خط کشیده؟ باز در بین از این مستر دیورند. دیورند یک انگلیس است. دیورند گفت که نه، تو نمیکنم که بر زیاد خط پرتم که بیخی تقسیم شود که دیگه یا برو بیادر گارا ما هستیم تکت تکم هستیم او معلوم شود. گفت نه، خط تو میبرتیم که این طرف خط این طرف خط، این قدر یک مقدار جای چی لا تقسیم. بین افغانستان و تاجیکستان یک منطقه که لا تقسیم، بین پاکستان و ایران یک منطقه لا تقسیم، بین پاکستان و افغانستان یک منطقه لا تقسیم، بین سوریه و بین مثلا ترکیه یک منطقه لا تقسیم. متوجه هستین؟ این تو ناتقسیم بالاخره نتیجه چی میشه؟ که هر وقت اینجا برای جنگ انداختن زمینه باشه. هر وقت ما بخوایم که در بدیم یک طرفه چی میگم بخی بی غیرت هستی، برو سر از این مسئله تو پیش گو خدا. این حال بازو صاحب یک قدم که پیش کرد و از اون طرف فایر میکنه، از طرف فایر میکنه، باز کشتن است و زدن است و فلان است. چی است این حال؟ امی جنگ سر چی است؟ سر خط دیورند است. دیورند کی است؟ دیورند یک انگلیس است، کسی که امی خط امی تقسیم بندی را چیز کردن. این حال ما او خطی که قرآن برام گذاشته که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سر از اون خط فکر نمیکنم. او از قلبم نابود شده، حذف شده. بنان آل مسئله بین از این است که ای برادر مسلمانم است، ای برادر مسلمانم است. آل فعلا تقسیم بندی شده که ای پاکستانی است، ای ایرانی است، ای عرب است، ای سعودی است، ای فلانی است. آل فعلا جنجال سر چی است؟ نه من حیث دو برادر مسلمانه که انما المؤمنون اخوة است. پس جنجال سر چی است؟ سر دو انسانی که از دو مملکت هستن که یا در بین خود در خلاف هستن. از این خاطر چی است؟ دیگه از اهدافشان چی است؟ زنده ساختن تعصبات جاهلیت. همیشه چی میکنن؟ باید احزاب احزاب تعصبی، باید احزاب قومی زنده شود. باید تعصبات قومی خوب آمتو نهادی نشود. باید خوب مردم متعصب باشه و اینی تعصبات قومی و نژادی یا سبب چی میشه؟ سبب هلاکت اینی مردم چی میشن؟ مسلمان میشن. دیگه اهدافشون چی است؟ که استعمار کشورهای اسلامی است که باید اینا همیشه تحت استعمار ما باشه و همیشه باید تسلیم ما باشه. رهبر شما تعیین میکنیم، اقتصاد شما تعیین میکنیم، قراردادهای شما میگیریم، کل چیزش به دست ما. انتقال نظام اسلام به نظام بر قانون غرب باید در این سرزمین ها چی تطبیق شود؟ قوانین غربی تطبیق شود. و طبعا قوانین غربی وقتی که تطبیق میشه او به نفع غربی هست، نه به نفع شرقی. نظام زکات از بین ببر، نظام مالیه را بیار. حالا مثلا بعد از سقوط خلافت اسلامی در جهان اسلام چی تطبیق میشه؟ در بعض مملکت ها اقتصاد سوسیالیستی تطبیق میشه، در بعض جای دیگه اقتصاد کپیتالیستی. و تا وقتی که اقتصاد تطبیق بشه مسلمان روی خوشی را نمیبینه، چون او اقتصاد که است میشه سرزو باز ما شما بحث داشته باشیم. دیگه اهدافشون انتقال رهبریت های اسلامی به رهبرای طرفدار غرب. باید شخصیت های از اینا چی شود؟ رهبرا باید رهبری باشه که چهره افغانی داشته باشه، مغز غربی داشته باشه، فکر غربی داشته باشه، اما از چهره ظاهرا افغانی باشه. پراکنده نمودن صف اسلامی و ایجاد دولت‌های کوچک، استعمار فکری، استعمار اقتصادی، استعمار فرهنگی و بالاخره نشر بیدینی و گمراهی. در مجموع کلش اهداف کوچک غربی ها هستند که بالاخره به چی میرسن؟ یک هدف بزرگ دارن و او این است که نابودی جهان اسلام و آبادی و بزرگی سرزمین غرب است. و این جهان اسلام باید جهانی باشه مثل یک مزدور، هر وقت که ما بخوایم میره بکشیم، از بین ببریم و یا مزدور ما برای ما کار بکنه. این است اونمو اهداف و برنامه های جنگ فکری. این بود برادران محترم، اما جلسه دوم با شما که درباره جنگ فکری داشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.